یک قدر میگفت اول نمره هستم. یعنی اگه اول نمره دیگه از پاکستان خدا یارش تشریف آورده اینا اگه ایج امتحان میگیرم من پیشت. کسی که دال خورده استاد اون میتونه از پیش ما برده. این گپا رو نزن. ما حاضر هستم امتحان بتم پرسانش. یه از افغانستان از دالخور مالخور نیست. تندور چی میگن به انگلیسی؟ استاد تندور نیست اوجه. خیلی مردم نان میخوره یا خاک میخوره. تندور نیست. اوجه داش از دخواره. داش هست اوجه. نه نانه پخته میکنن داش میباشه دیگه چی در پرسانش. مرغابی رو چی میگن؟ مرغابی را داک. نصف مرغابی رو چی میگه؟ نصف مرغابیش چطوریه؟ یا نه نصف میباشه چوچهش. چوچهش؟ نیمه داک. پرسان کو؟ نیمه داک. نمیتونه گپ زده. پورا داک. How are you? نیدریو. استغفرالله. چی میگه استاد؟ کدام زبان دیگه رو میگه؟ این فرانسوی گپ میزنه ما تو نمیفهمی استاد. این اصلا بکش که بیابت میکنه تو را. استاد ما رو نمره کوی نمیفهمم میره درس یاد میتم. باشه می هسته که استاد زیاد نمیفهمی با میره در اداره شکایت میکنه. بهتر است این زیر لغت بگیری پوش کنیش یعنی خراب ما میکنه مثلا. یک رقم نظم ما رو خراب میکنه شیطان باری معلوم میشه. ما هم خوشم نامد. ما هم خوشم نامد این جواب بده اوجه نگیریش. ما خیلی خوب هستم با اوجه لیازت میکنم یگان غلطیه کته کته میگیرم بین خود ماست نه ای با افشا میکنه در اداره اگه این رقم گپ بزنه گپ خلاص از دیگه. یعنی انگلیسی یاد نداره؟ اون فرانسوی واری بیخی گپ میزنه دیگه چیز میگه. فرانسویش دیگه است انگلیسی دیگه. How are you? نه. How are you میگه. I'm good brother. I'm good. No good. Where are you from? No problem. این چی گوباد داره؟ چی میگه؟